دارندگان برگه سبز سرشماری در استان تهران توجه نمایند. انجمن صنفی دفاتر کفالت اعلام کرد دارندگان برگه سبز سرشماری تهران باید از 10 فروردین 1404 تا 15 اردیبهشت به سامانه کانون نوبت داتای آر مراجعه کرده و نوبت بگیرند. بانوان سرپرست خانوار از 15 تا 30 اردیبهشت می توانند ثبت نام کنند. در تاریخ نوبت فقط مرد سرپرست خانوار با برگه نوبت همان روز اصل برگه سرشماری خانوار و در صورت داشتن برگه تعیین وضعیت شغلی یا رسید سپرده‌گذاری باید به مراکز موقت در ورزشگاه‌های جنوب شرق و غرب تهران مراجعه کند. از همراهی اعضای خانواده خودداری شود. پس از دریافت برگه نوبت دوم از مرکز موقت، فرد باید دقیقاً در تاریخ و ساعت مشخص به دفاتر کفالت تعیین شده مراجعه کند و تذکرات برگه را رعایت نماید. این طرح صرفاً برای دارندگان برگه سبز ساکن تهران است. افرادی که کارت هوشمند گرفته‌اند و افرادی که در طرح شرکت نکردند را با هم شامل بشود. سامانه نوبت‌دهی از 10 فروردین فعال می شود. پس فعلا مراجعه نکنید. بانوان سرپرست خانوار باید تا اردیبهشت منتظر بمانند.